رازهایی که تعمیرکارا هیچ وقت بهت نمیگن. گوشیت دیر شارژ میشه یا خیلی زود شارژ خالی میکنه یا صفحه‌اش تاچ شبحی داره و درست کار نمیکنه. دیگه لازم نیست پول خرج تعمیر بدی. با چند کد مخفی میتونی باتری گوشیت رو ریست کنی و صفحه نمایش رو دوباره مثل روز اول کالیبره کنی. اگه گوشیت دیر شارژ میشه یا زود شارژ خالی میکنه، خیلی احتمال داره که باتریش دیگه مشکل پیدا کرده باشه. یه کد مخفی توی همه گوشی‌ها هست که میتونه باتری رو ریست کنه و این مشکل رو برطرف کنه. خیلی ساده است. برو توی شماره‌گیر گوشی و اینو بزن: *022#8#. یه صفحه باز میشه با چند تا گزینه. فقط دنبال گزینه کویک ریست بگرد و روش بزن. همونجا ریست باتری انجام میشه. حالا اگه صفحه گوشیت یه جاهایی درست کار نمیکنه یا مشکل تاچ شبحی خودش لمس میکنه یا درست لمس نمیشه داره، این کارو بکن. برو توی شماره‌گیر رو بزن: *0*0. یه سری گزینه‌های داخلی ظاهر میشه. دنبال گزینه تاچ بگرد. بعدش باید صفحه رو کالیبره کنی. یعنی با انگشتت کل مسیر طرحی که نشون میده رو لمس کنی. اینطوری همه 4 گوشه صفحه دوباره حساس به لمس میشن و مشکل تاچ شبحی برطرف میشه. با این کار کل صفحه نمایش دوباره درست و کامل کار میکنه.